سلام دوستان، حالتون چطوره؟ البرز هستم، اومدم با یک آپدیت سریع از شرایط مارکت جهانی. همونطور که میبینید دلار ایندکس کاملا واضحه که تو یک محدوده رنج گیر افتاده بین محدوده 107 344 و از سمت پایینم 105 387. هر کدوم از این دو سمت شکسته بشه، به خصوص سمت پایین، میتونیم انتظار داشته باشیم که جهت جریان بهتر مشخص بشه. با توجه به اینکه ما یک موج اصلی داشتیم برای دلار ایندکس و اگر ما یک A، یک B و یک C داشته باشیم، مسلماً حرکت اصلیش حرکت نزولیه و در واقع این رو یک برگشت قیمت ما داریم در نظر میگیریم. خب A، B، C میتونه چند تا تارگت به ما بده. در حال حاضر ما اومدیم فقط 50% فیبوناچی رو در موج قبلی پر کردیم. پس اگر بخواد بر اساس موج B عمل بکنه، دو تا تارگت دیگه هم داره، یعنی میتونه 109 289 و 111 935 رو ببینیم. اوکی، هر کدوم از این تارگت ها شدنی هستند، ولی فعلا با توجه به اینکه در تایم فریم بالاتر ما داریم میبینیم که اینجا واکنش سفت و سختی داره اتفاق میفته، میتونیم انتظار داشته باشیم که اینجا حالا موج B تموم بشه و یک حرکتی رو به سمت پایین داشته باشیم. کی به ما تاییدیه‌اش رو میده؟ زیر 105 387. با توجه به اینکه دیروز خبری اومد که به نفع دلار نبود، برای همین ما یک کرشی رو توی مارکت شاهد بودیم. سخنرانی پاول زیاد هاکیش نبود، تهاجمی نبود و برای همین ما ندیدیم که قدرت پیدا بکنه در واقع دلار. در تایم فریم روزانه خب کندلی که بسته یک کندل به شدت منفی هستش. چرا؟ چون شادوی بالایی بسیار بلنده و یک بادی خیلی کمی رو برای ما ایجاد کرده. کندل امروز هم که یک کندل قوی نزولی تا به حال و علاوه بر اون خبر مهمم داریم. ساعت 4 بعد از ظهر unemployment claim رو داریم، داده‌های مدعیان بیکاری، که این خیلی میتونه اثرگذار باشه روی شرایط مارکت. حالا بذارید ببینیم که اومد چه واکنشی نشون میده مارکت. توی 4 ساعته ما اینجا یک محدوده حمایتی داریم که مووینگ 204 ساعته هستش. خب دفعه پیش خیلی قشنگ برش گردون سمت بالا و بازم میتونیم احتمال بدیم که اینجا بتونه یک حمایتی رو داشته باشه. همچنین محدوده 106 144 و همچنین 106 120 جایی هستش که خب میتونه حالا یه حمایتی باشه. دو دفعه پیش که احترام نذاشته بهش. حالا بذارید ببینیم که واکنش چگونه است. همچنان من انتظار دارم که مووینگ 200 رو ببینه. یه فیر ولیو گپ جامانده داریم با 50%ش تقریبا حدود 105 672 هستش که میتونیم انتظار داشته باشیم که اینجا یه واکنشی رو ببینیم تا یه چند ساعت آینده. پس دو تا محدوده مهم داریم برای دلار ایندکس و حرکت اصلی که اتفاق میفته زیر 105 387. تارگت ما 104 694 هستش و خدمتتون عرض کنم با توجه به موج قبلی 1 به 1 هم بخواد به ما بده 105 063 تارگت خوبیه. خب با توجه به اینکه فعلا گارد ریزشی هستش، میتونیم بازارهای پر ریسک رو یه ذره سودی ببینیم. بریم سراغ نزدک در تایم فریم روزانه حرکت خوبی رو از مووینگ 200 خودش داشته. میبینید مووینگ 200 خیلی قشنگ مانع از حرکت نزولی شده. خب دفعات پیش اونقدر نقش پررنگی نداشته ولی این دفعه تونسته این کار رو بکنه. علاوه بر اون ما خب این خط روند رو داشتیم که مانع از حرکت نزولی شده فعلا و همچنین یه خط روند این بالا داریم که تارگت بعدی رو به ما نشون میده. کی اتفاق میفته این تارگت بعدی؟ موقعی که در تایم فریم 4 ساعته بتونیم از پس مووینگ 204 ساعته بر بیاییم، جایی که سرکوب قیمت دفعه پیش اتفاق افتاده. علاوه بر اون ما اینجا یه اوردر بلاک داریم. این اوردر بلاک 14768 در صورت شکستش میتونیم انتظار داشته باشیم که تارگت بعدی ما، یعنی میتونیم وارد بشیم برای معامله لانگ، تارگت بعدیمون 14961 هستش و بعد از اون اگر خوش شانس باشه 15136 رو به ما میتونه بده. برای چی میگم خوش شانس باشه؟ نگاه کنید اگر حرکت سودی قوی باشه میتونیم این رو ببینیم. در غیر این صورت در طی زمان حرکت میکنه و یه ذره سخت میکنه این حرکت و این تارگت رو. پس اینو باید مد نظر قرار بدید. اگر اینجا ریجکت دیگه ای کرد و این ریجکت قوی بود و دلار ایندکس هم یه دفعه صعودی شد با داده‌ای که ساعت 4 اعلام میشه، تارگتی که میتونم براش در نظر بگیرم 14424 هستش. خب بریم سراغ داو جونز در تایم فریم روزانه فعلا مقاومت مووینگ 200 رو داره تو محدوده 33770. ما از محدوده تقریبا 32323 برگشتیم،
یعنی این ناحیه، یعنی این اوردر بلاک رو بهش احترام گذاشته تقریبا. میشه همچنان انتظار داشت که اینا حرکت نزولی خودشون رو ادامه بدن. در نزدک هم بهتون گفتم این میتونه نهایتا اینجا رو ببینه و دوباره ریزش بکنه، مگر اینکه یه شکست خیلی قوی بالای این الگو ما ببینیم. برای داو جونز هم همینه، یعنی شما باید یک شکست بالای مووینگ 200 روزانه، یک سقف بالای 34106 ببینید که استراکچر رو بتونه تغییر بده. من 2 تا خط اینجا اضافه میکنم، یه دونه این خط تو تایم فریم روزانه و توی تایم فریم 4 ساعته این خط رو اضافه میکنم. خب شکست خط اول این دبلیو ما رو کامل میکنه، این فضا پر میشه، بازم 34106 میشه تارگت شما. علاوه بر اون یه تارگت دیگه هم ما اینجا داریم که میشه 33455. بریم سراغ S&P 500. S&P 500 در تایم فریم روزانه مووینگ 200ش نقش مقاومت رو براش داره در حال حاضر. خب اینجا حمایت بود، تونست برش گردونه، الان نقش مقاومت داره، یه بارم اینجا برش گردونه، تقریبا شبیه داو جونز. پس بالای 4288 دنبال سناریوهای سعودیمون میگردیم، تارگتمون هم تقریبا میشه گفت 4377 هستش تا محدوده 4345. یک خط روند مجدد اینجا میکشیم، چون اگر دقت کرده باشید ما اینو شکستیم و حرکت کردیم سمت پایین دیگه، درسته؟ این فیل شده. پس این خط روند رو یه ذره آپدیت میکنیم تا بعداً بیایم مجدد بررسیش بکنیم. فعلا پس تارگت ما 4377 و مووینگ 200 فعلا اونجاییه که باید شکسته بشه برای حرکت صعودی. خب تارگت بعدی کجا میتونه باشه؟ تارگت بعدی میتونه 4437 باشه. بریم سراغ طلا. خب طلا همچنان موج 5 رو به ما بدهکاره، هنوز به ما نداده. در تایم فریم روزانه بالای مووینگ 200شه، اتفاق خیلی خوبه. بریم ببینیم مووینگ 20 کجاست و میتونه به ما کمک بکنه یا نه. خب مووینگ 20 فعلا تو محدوده 19052، پس زیر 19052 نباید حرکت بکنه و اگر 19052 رو از دست بده در واقع استراکچر خودش هم تا حدود زیادی تغییر داده. یه الگویی داریم ما، معمولا این الگوهای ریزشی هستن، اگر از سمت پایین بشکنن یک استراکچر نزولی رو برای ما تشکیل میدن. از نظر موج شماری الان همین موج 5 میتونه باشه، یعنی حداقلی موج 5 رو به ما داده، ولی برای اینکه بخوایم یک موج 5 بهینه رو ببینیم باید منتظر 2010 بمونیم. هنوز 2010 رو به ما نداده، اگر دقت بکنید قبل از 2010 برگشته سمت پایین، پس یه ذره دیگه جا داشت که این حرکت صعودی خودش رو ادامه بده و تارگت بعدیش هم میتونه 2025 باشه. پس حداقلی موج 5 زده شده. اگر بتونه داخل همین الگو ادامه بده ما یک بالا زدن دیگه ای رو ازش میبینیم و بعد یک ریزش برای موج ABC. اگر زودتر اتفاق بیفته چی؟ زودتر موقعی اتفاق میفته که ما اوردر بلاک محدوده 1950 رو از دست بدیم. همونطور که بهتون گفتم 1950 رو از دست بدیم، انتظار ریزش بیشتر برای مارکت قابل پیش بینی هستش. تو یک ساعته هم اگر دقت بکنید فعلا تو یک ساعته ما تونستیم یک حرکت خوبی رو به سمت بالا داشته باشیم. این کندل اصلا کندل قشنگی نیستش. به هر حال برای حرکت صعودی سعی می‌کنیم که بالای 1991 بهش فکر بکنیم، هرچند که من فکر می‌کنم بهترین جا برای یه معامله سل مجدد ناحیه 1999 تا 2000 هستش. خب تو تایم فریم 15 دقیقه‌ای یه اوردر بلاک 15 دقیقه‌ای من اینجا دارم و واکنش اون رو باز هم داریم می‌بینیم. منتظرم ببینم زیر 1983 کندل میده به من یا نه. اگر 1983 رو به سمت پایین بشکنه تو برگشتش به احتمال زیاد به ما فرصت ورود میده برای معامله سل و ادامه ریزش. این که تو 15 دقیقه این خط صاف شده یعنی اینجا داره رنج میزنه، یه ذره ریسکش بالاست. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. موفق و پرسود باشید.